پرونده شماره 52 مرگ مرموز الیسا لم. بشین. امشب قرار درباره یکی از عجیب ترین پرونده باهات حرف بزنم. واقعی، مستند و هنوز حل نشده. یک دختر 21 ساله به نام الیسا لم، دانشجوی کانادایی، برای سفر به لس آنجلس اومد. هتل محل اقامتش هتل سیسل نام داشت. ساختمانی با بیش از 100 سال قدمت وسط یکی از خطرناکترین مناطق شهر. هتلی که توی تاریخش قاتلان سریالی، مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌های عجیب ثبت شده. ولی ماجرای الیسا حتی از همه اونها هم ملموس‌تره. روز ششم اقامتش الیسا ناپدید شد. نه تماس، نه رد پایی، هیچ کس ندید کجا رفت. تا اینکه پلیس ویدیوی دوربین آسانسور رو پیدا کرد. تصور کن. الیسا وارد آسانسور میشه. دکمه چند طبقه رو با هم فشار میده اما در بسته نمیشه. اون میره گوشه آسانسور، سرش رو بیرون میاره، انگار کسی رو میبینه. بعد با عجله برمیگرده داخل. دستاش شروع میکنه به حرکات عجیبی. نه سلام، نه خداحافظ. بیشتر شبیه حرف زدن با کسی که نمیبینیمش. بعد از آسانسور بیرون میره و در نهایت ناپدید میشه. پلیس کل هتل رو میگرده ولی هیچ اثری نیست. 2 هفته بعد مهمانهای هتل از طعم و بوی عجیب آب شکایت کردن. کارکنان میرن سراغ مخزن آب روی پشت بام. و اونجاست که بدن بیجان الیسا رو پیدا میکنن. حالا به این نکته دقت کن. درب پشت بام قفل بود و فقط با کارت مخصوص کارمندان باز میشد. مسیر رفتن به مخزن از نردبانی باریک و بلند عبور میکنه و درپوش فلزی مخزن سنگین‌تر از اون بود که یک دختر تنها بتونه به راحتی جابجاش کنه. با این حال هیچ رد پای دیگه‌ای، هیچ اثر انگشتی پیدا نشد. پلیس گفت شاید مشکل روانی داشته و خودش رو به اونجا رسونده. ولی جامعه اینترنتی باور نکرد. چرا؟ چون ویدیو آسانسور پر از نشونه‌های غیرقابل توضیحه. بعضی‌ها میگن اون با کسی حرف میزد که بقیه نمیتونستن ببیننش. بعضی‌ها میگن وارد بازی آسانسور شده. یه افسانه شهری که ادعا میکنه میتونه شما رو به دنیای دیگه ببره. و بعضی‌ها هنوز معتقدن پای کسی وسط بوده که هیچ وقت شناسایی نشد. هتل سیسل قبل و بعد این پرونده همیشه سایه تاریکی روی خودش داشته. قاتلان سریالی مثل ریچارد رامیرز اینجا اقامت داشتن. مهمان‌هایی که یک شب خوابیدن و هیچ وقت بیدار نشدن. حالا سوال من از تو اینه. اگه تنها توی آسانسور باشی و در بسته نشه بیرون میری یا میمونی و دعا میکنی چیزی پشت در نباشه؟ اگه فکر میکنی حقیقت همیشه پیداست دوباره فکر کن. اینجا ما بودیم، جایی که داستان‌ها نباید گفته بشن اما ما میگیم. اگه این داستان رو شنیدی و هنوز سردرگمی، نظرتو تو کامنت ها بنویس و اگه جرأت داری قسمت بعدی رو از دست نده. سابسکرایب کن و وارد تارگت شو.